فقط درباره پولگا میزنی که همین یا بچه دوری چی با بدردین زنگ نمیزنی چی با شمس‌الدین زنگ نمیزنی فقط همین من هستم همینجا با من ندارم سموچا غم نتی هوزی خدم قرض دارم تمام از یکی نکنده تری کشور تو کم اکا گیستن اکا به هوزی ما خدم میدیم حاضر رجب علی ایبرانی. سلام علیکم خالا جون. سلام علیکم. خالا جون من امروز اومدم که برق شما را خاموش کنم تا همین روز دستگیری کرده تو نیستم سوم شکل گذراندم و میان سویتون گیران نکنم ایلاجی نیست که نکشیم از بچه های زنگ میزنم یک ایلاجی میتونیم نمیگذارم اکید امکانیت تا همین روز داشته دیگر نداره رقم ما شما دا هسته سوم شکل گذراندم روی کردم میان گیران نکنم بخشش ده خالا جون مایلش بچه جون مایلش این 2 ماه می شود که مردکم نفقه شما نمیگیرم این بچه هایم پول روی نکردن اینا برقم خاموش کرده و همین زندگی همش به همین برق پیوسته نه خالدینی کار میکنن نه کنیسانیه کار میکنن نه تلویزر کار میکنن یک با مهربان زنگ زدم چه حتی زلیل تلفن هم تموم میشد ای رجب علی باور کن همین جاهایی که تو میوری منه دلم رو گرفت این باغی غلباریم این طرف اون طرف یا همه پاک شده وقتش گذشته است میدونی با کجا میریم این قسمت جمع میکنیم کی روزی میشود ایمو اسکندرکول میرویم اسکندرکول او خوش برادری ما ابا چه بود شهر نگاه کو 2 بار نگاه کردم نمیشود هم جای گفتگی میرویم این کمازنگ نشه برای سو نه برادر نه همین مدار بود زنگ زد یکم قبله من یکم وقت زنگ نزد بگو چی سوزی تنجی لبای اوچا الو مهربان جون لبای اوچا خیلی خوبی بش اسوز سلامتی ها چخیر اسوز چو کاری خده کلینم قطی کودکان نزن ای سری خلوصه و بیو هم اسوز چو کاری مهربان جان میدونی چی بچه جان امین روز قوای برق همون خاموش کردن بچه جان 2 ماه شد که پرداخت نکرده بودیم قوای برق بینک آمد گفت که اگر که پرداخت اپا جان مهلتتون گذشت من برقتون خاموش میکنم برق خاموش کرد تو پرداخت نکنیم برق در نمیگیرونن چیکار کنیم بچه جون خالدینی کار نمیکند کنیسانیر کار نمیکند خونه ها گرم یگام چیکار نمیکند باور کن به قوای برق زندگی تماما مشکل بچه جون بالای این هیچ چیز نیست در خونه پرودکت هم تمام شده است پدرت هم 2 ماه میشوند که نفقه شان نگرفتند اگر علاجش میبود جونی و چه یگام سم کمک میکردی ای اوچا یک بار زنگ نمیزنی که بچه از حفظاتی روحید میکنم ایسو روحید میکنم اوسو روحید میکنم فقط درباره پولگا میزنی دوستان و тамошобинони азиз барои шумо авиакассияи арзон бо сифат ва дилпира тавсия метавем ки нархи навои билетҳошон дӯстон ба кулли адига авиакассаҳо фарқ дора ва бениҳоят арзон ай дӯсто ин ҳамҷа рақамҳои бародар мондагиаи 24 соат дар хизмате дар ватсапш бинависен мақсад дар 3 дақиқа билети шумо ба кадом давлате ки боша фарқ надорад тайёр мешавад дӯсто ин ҳамҷа рақамҳо мондагиаи +7 996 432 44 23 ҳатман занг бизанед айноми сомонаи мо муроҷиат кунед ай сидқи дил барои шумо хизмат мекунад فقط درباره پولگا میزنی که همین یا بچه دوری چی با بدردین زنگ نمیزنی چی با شمس‌الدین زنگ نمیزنی فقط همین من هستم همینجا با من ندارم سموچا غم نتی هوزی خدم قرض دارم دفعش یک قرضدار ایستادگی هستم با سری قرضش اومده دادن نمیتونم اوچا جون بخشش مایلش مهربان جان فقط تو عصبی نشو من نمیخوام که تو عصبی شوی هوز زنگ میزنم اوچا جون
فقط در برای پول گم میزنی. تامیه بچه دوری چی با بدردین زنگ نمیزنی، چی با شمسیدینش زنگ نمیزنی. فقط همین من هستم همینجا با. مصیبت خوب نیست. ای چی منوسم مادر نرنجار یا همین خیلی نکنی هر روز سم 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 سم. من یکم بانکماتی پول چوب کنی دارم. خای میشه اسکندرپور میریم ها. او اسکندرپور بیا بریم اینجا، بیا بریم. ای راجوالی دودار یک جای میبیوری که باور کن بجای استراحت کنی غارت بشه. بچه که یک بار نگاه که طبیعت زنده را نگاه که یک بار بچه او دعوا را نگاه که که زتا بیرود تازه 100 بار نگاه کردم همیشه بهار گرده که دیگه لازم نیست. اسکندرکول گفتم اسکندرکول. همون که اسکندرکول علاودین کول هم مجبور اکا میبریم. السلام علیکم دختر بانوز. سلام علیکم. این دختر خوشرو چیکار کرده در این راه رو مونده؟ یک ساعت میشه و در همین جایم نمیدونم با این ماشین چی شده است. اوشی براش نه ای ما برای چیم؟ میگن مردی همو هایی که در راه یک کس دستش گیری. شما در راه مونده ما شما به منزلتون میبریم. کاری نیکی همه وقت خوب است. باید همه وقت نیکی کنی. من همی خیلی آدمم. همه وقت نیکی میکنم. در راه رو کسی موند یا همسایه یا تلونده پیش خونه میگه همیشه دستش میگیرم. فقط همین من هستم همینجا با. من ندارم سموچه. غم نتی هوز خدم قرض دارم. تمام از یقین نکن دختر خوشرو. کم که سنتک به هوز ما خدم میبینم. برادر چیکار میکنی؟ ندیدستی؟ یک کس در راه مونده دستش گرفتن گناه است اجازه نمیتی. ای رجوالی برادر این زن هستی در راه مونده است دستش گرفتن در کار. این مرد میبود گپی دیگر هستی یوش هست است هیچ گپ ندارد. یک ثواب دیگر زم میکنیم در روزنامه زندگی. عجایب دنیا ده برادر برای مادر خودت کمک میکردی مادر خودت یاردم میدادی ثواب نمیگرفتیم اگر برادر کار درست است بهترین کار کرده استی نه که مادرت هم یاردم میدادی این بهترین کار میشید برادر جان. اول برای اویلای خود کمک کردن در کار اول اویلای خود تامین کردن در کار اول مادر خود روزی کردن در کار بعد دیگر را برادر جان میدونم که کمک کردن به چی خاطره درکی جوان دیدی ها میخوای که دلش به دست بیاری میخوای که استفاده بری 100% برادر جان من فهمیدم ایدل نیت تو گوهم نیکی ته کارت کردن میگی برادر جان ما برام مادر در کمک کنم که محتاج کمک ای برادر محتاج کمک. رجب علی ایبرانی